از ولایت هرات به شما سلام تقدیم میکنم در راستای معرفی شاعران و نویسندگان. امروز که تقریبا اواخر ماه اپریل 2012 میلادی هست، در انجمن ادبی هرات هستم، یک از کنونهای فرهنگی که سابقه بیشتر از 80 سال داره و تأسیس زی همزمان با تأسیس مطبعه افغانستان، مطبعه هرات و همچنین چاپ و چاپخانه هرات و همچنین نشریه اتفاق اسلام و تأسیس انجمن ادبی هرات که همه اینا در سالهای 1303 تا 1307 اتفاق افتاده. در اینجا قبلا محفلی بود که گویا هر روز چهارشنبه جوانان دختر و پسر در اینجا جمع میشن، اشعار به خوانش میگیرن و به ترتیب در رابطه با اشعار صحبت میشه و نقد میشه. و ما در ختم این جلسه خواستم با دو نفر از بانوان جوان هرات به ترتیب صحبت بکنم که صحبت اول با خانم رویا شریفی انجام میدم. اولشون میپرسم که از چه سال علاقمند به شعر شدن و چه شعرهایی را تا حالا به چاپ رساندن، چی به طور یک کتاب و یا چی در مقالات و روزنامه‌های که در هرات و داخل افغانستان منتشر میشه. خانم شریفی اگر لطفاً بگین از علاقمندی شما از چه سال شروع شده و چند غزل و بیتی را که دارین، حتی میتونین که از روی کتاب هم بخوانین. ما صحبت را به خانم شریفی میسپارم و ایشان خود کوتاه معرفی میکنن و چند شعر را خدمت شما تقدیم میکنم. تشکر. با نام و یاد خدا، رویا شریفی هستم، فارغ التحصیل فاکولته ادبیات علوم انسانی. من از دوران کودکی آغاز به نوشتن کرده بودم و مخصوصا از زمان طالبات، زمان خفاخانه آوری که برای خانم‌ها بود، به صورت جدی از سال 80 به این طرف شروع به کار کردم. یک مجموعه دارم به اسم بوی خواب که سال 84 چاپ شده. از او به بعد دیگه دارم اشعاری که هنوز تصمیم به چاپ اینا نگرفتم. سبک من بیشتر غزل موزون می‌نویسم یا دو بیتی و چیزای از این قبیل و یک دو سه غزل تقدیم حضور شما میکنم. دام نیرنگ. گاهی که هر فضایی و سنگ می شود، حتی دلم برای خودم تنگ می شود. روزی که یادمان برود از ستاره ها، خورشید شیشه پاره بیرنگ می شود. گردام آشکار بماند پرنده ای، آیا حسیر ورطه نیرنگ می شود. آلاله ها ز داغ منالید هر غروب، آلاله ها ز داغ منالید هر غروب، دست افق بخون شفق رنگ می شود. هر جا که پاس حرمت نان و نمک نبود، آنجا نه حرف نام و نه از ننگ می شود. امشب بیا به ساز دلم هم نوا بخوان، امشب بیا به ساز دلم هم نوا بخوان. بغض میان حنجر آهنگ می شود. در دشت سینه هم همه سنگ است قصه ها، آخر دلم به سنگ غمت لنگ می شود. واضی بگو برای خدا ای همیشه خشم، واضی بگو برای خدا ای همیشه خشم. گاهی دلت برای کسی تنگ می شود. پشت خاموشی شب ماه تبسم می کرد، نور در دامن آفاق تلاطم می کرد. در دل آینه ها وسعت چشمان تو را، دل عاشق شده هم باز تجسم می کرد. آه یاد است تو را، آه یاد است همان روز که در مقدم تو مزرعه خشک دلم خوشه و گندم می کرد. غزل چشم تو با قافیه نور و نوید، وسعت قلب مرا غرق ترنم می کرد. تو که رفتی و بهار و گل ریحان پوچید، تو که رفتی و بهار و گل و ریحان کوچید. توی پاییز، بوی پاییز در این دشت تراکم می کرد. بعد از آن لحظه که خشکید مرا چشمه شوق، هر نمازی که دلم خواند تیمم می کرد. آن زمان بود که در دهکده کوچک دل ایل ناباور اندوه تهاجم می کرد.
آه ای کاش که طفل نگهم قلب تو را در خم کوچه احساس خودش گم می کرد. هرچه نور است و نوازش به فدای نگهت، کاش ای کاش که این عشق تداوم می کرد. کاش ای کاش که این عشق تداوم می کرد. و یک غزل دیگه. تو را خدا فقط از آفتاب پیدا کرد، سپس به روی تو زیبا نقاب پیدا کرد. زلال قطره باران شدی و بعد از آن خدا به روی زمین طعم آب پیدا کرد. تمام بودن ما یک سؤال مبهم بود، تو را برای همه یک جواب پیدا کرد. به سوی مدرسه رفتم تا بیاموزم، تو را بلای خطوطی کتاب پیدا کرد. جوانی آمد و ساکن شدم به میخانه، جوانی آمد و ساکن شدم به میخانه، تو را چون نشأه جام شراب پیدا کرد. گناه کردم و این بار ساکت، گناه کردم و این بار ساکن دوزخ، تو را خدا به همان جا عذاب پیدا کرد. به راه خیر نهادم قدم ولیکن باز دوباره باز تو را در ثواب پیدا کرد. به فکر رفتم و در گوشه که باز خدا تو را به هیئت رؤیا به خواب پیدا کرد. نبگذریم فقط یک جواب کافی نیست، نبگذریم فقط یک جواب کافی نیست، تو را خدا چقدر بی حساب پیدا کرد. تو را خدا چقدر بی حساب پیدا کرد. با تشکر. خانم شریفی، طوری که این اشعار شما از روی مجموعه خواندن، لطفا اگر بگین که این مجموعه در چه سالی به نشر رسیده و آیا تنها از شما همین مجموعه موجود است یا اثرات دیگری هم زیر چاپ هست؟ تشکر. این مجموعه از من در سال 88 چاپ شده. در 5 مجموعه دیگه فکر کنم مشترکاً از خانم ها یا از خانم ها واقعا که در ایران چاپ شده از من شرامه در اونجا هست که دقیقاً اسم اینا یک چند تا دو بیتی هم در ختم میخوانم. من و تو کوچیان من و تو کولیان کوچه گردیم، من و تو زاده دامان دردیم، بیا با هم میان باغ رؤیا به دنبال گل شادی بگردیم. به زیر چتر باران گریه کردم، برای نسل انسان گریه کردم، نخندیدم من هرگز آنچه دیدی، به لبخندی هزاران گریه کردم. دلم تنگ است و حال گریه دارم، ز دلتنگی خیال گریه دارم، نشد فرصت که درد دل بگویم، فقط تنها مجال گریه دارم. دلم از دوریت ماتم گرفته، فضای سینه هم را غم گرفته، گل لبهای من گر هست شاداب، ز اشک دیدم شبنم گرفته. تو مهتابی تو خورشیدی قبوله، به سمت من نتابیدی قبوله، گناه من نبود ای نازنینم، تو ناسنجیده رنجیدی قبوله. تشکر. خانم شریفی بسیار تشکر.